تبریک گفتن فکر میکنم شاید زود باشه. زمانی تبریک بگوییم که واقعا ثابت کنه که به مردم خدمت میکنه، در راه آرمانها و آرزوهای مردم در تلاش است. نکته دیگر که من میخواهم تاکید کنم این است که رسانه را معمولا قدرت چهارم در غرب میگفتند و بعضی گفتند قدرت اول است. اما تجربه آقای ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا نشان داد که نه قدرت اول است و نه قدرت چهارم است و حتی هیچ قدرت نیست. یک چیزی که من خودم متوجه شدم این است که واقعا یک سیاستمدار کار نداریم که خوب است یا بد است، شیطان است، فرشته است. هر انسان نقاط مثبت و منفی دارد. تجربهش از دید من به عنوان یک مؤثر حقوق العلوم سیاسی و بعد استاد حقوق العلوم سیاسی بسیار مهم بود، به خاطر که یک سیاستمدار است در کشورهایی که میگوید رسانه حرف اول را میزند، میتواند در 10 دقیقه یک نفر را از آسمان هفتم به زمین بکشد و یا از زمین به آسمان هفتم ببرد. این سیاستمدار تانست که خلاف ثابت کنند. تمام رسانه های آمریکا مشهورش اگر CNN بود، اگر نیویورک تایمز بود، اگر واشنگتن پست بود، مشهورترینش و حتی فاکس که با نزدیکش بود رها کرده بود. تمام رسانه های اجتماعی بلاک کرده بود، حسابش بسته بود، فیسبوک بسته بود، تویتر بسته بود، یوتیوب اگر اشتباه نکنم. و این مجبور شده بود که خودش یک رسانه اجتماعی بسازد به نام تروث سوشیال. اما این که از یک محکمه به محکمه دیگر کشیده میشد و تقریبا روزش از صبح تا شب در محکمه بود به این مسئله و اون مسئله. من نمیدانم که این محکمه درست بوده یا غلط، ما نه آن معلومات داریم نه این در اینجا ما قضاوت میکنیم. منتها تمام روزش در محکمه بود به این اتهام، به آن اتهام و اونم محاکم آمریکا که شوخی نمی کند، شوخی بردار به اصطلاح نیست. اما تانست که شکست بده و با این همه توانست به کاخ سفید داخل شد و در واقع در اینجا نشان داده شد که مردم قدرتش بالاتر از هر قدرت است. فاجعه ما از دید من در دنیای سوم در مجموع فاجعه ما این است که به قدرت مردم، به عقل مردم عقیده نداریم. بعد از تقریبا انقلاب فرانسه انتخابات است، انتخاباتشان هم نسبتاً شفاف است، نسبتاً عادلانه است، نسبتاً آزاد است، نسبتاً نه که 100% باشد. و یک مرد یا یک زن می رود، یک مرد، 10 مرد زن کاندید می شود و هر کاندید پروگرام برنامه دارد. میگوید در اقتصاد این کار میکنم، در مسائل فرهنگی این کار میکنم، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی این کار میکنم. رای میدهن، یکی میبراید. وقتی که یکی برآمد اولین تلفنی که برایش میرسد تبریکی رقبایش است و در ذهن هیچ کدامشان تصور نمیشود، خطور نمیکند که این مرد را که برای 5 سال رئیس جمهور تعیین کردن این را یک روز قبل از 5 سالش پایین بکشن. مثلا رئیس جمهور فعلی فرانسه را بگیرید، شاید 99% فرانسوی‌ها خلافش باشد، علیهش باشد، یک ناکام مطلق میدانند. بعضی دوسیه‌های فساد هم علیهشان فعلا باز شده است، اما هیچ کدامشان در ذهنش نمیگردد که تا تاریخی که تعیین شده که حکومت کنه یک روز قبل از این تاریخ اینا پایین بکشد.
نظامیانشان شاید در ذهنش خطور نکند که کودتا را سازماندهی کنند. من یکیشان را نشنیدم که بگوید این باید برود. میگوید مردم رای دادن تا این تاریخ باید حکومت کنه و اعتراض میکنن، علیه برنامه‌اش اعتراض میکنن، در سرک با میلیون‌ها اعتراض میکنن، تظاهرات میکنن، حتی بعض وقت خشونت آمیز هم تظاهرات میکنن. متاسفانه این خاصیت ما نداریم. ما امیدوار هستیم که یک روز حکومت افغانستان شرایط برای مردم آماده کنند که مردم زندگی داشته باشند. 1% چی در جمهوریت، چی در امارت، چی در حزب دموکراتیک خلق، چی جمهوری داوود یا ظاهر خان یا نمیدونم حبیب الله کلکانی یا امان الله خان، تاریخ افغانستان تا جایی که من میخوانم همیشه یک اقلیت است که زندگی کردن. اینا سفرهشان پر است، اینا موتر دارن، اگر زمانی موتر نبوده گادی و اسب خوبیش داشتن به عنوان مثال. اینا خانهشان گرم است، اینا کار دارن، اینا بهترین لباس اولادشان میپوشد و در جمهوریت و امارت بگیریم مثلا کاخ است، قصر است، لام کروزر است و اینها این 1% یا 2% از هر قوم است. ما هزاره را میبینیم در لام کروزر، کاخ، قصر، پشتون، تاجیک، ازبک. اما در تاریخ افغانستان 99% اگر اشتباه نکنم از هر قوم، از هر مذهب، از هر دین در این کشور کسانی است که فقط زنده ماندن و از زندگی هیچ یک از نعمتش در اختیارشان نبوده است. یک روز من با این کلمه ختم میکنم اگر اجازه باشد. بسیار با شما ماندم نمیتونیم، در یک از رسانه ها دعوت شدیم، اگر اجازه شما باشد میرویم. من وقتی کاندید بودم در ریاست جمهوری 1388 ساعت 10-11 شب از آلمان یک از هموطنان زنگ زد و من گفت بشردوست من وضع مالی بسیار خوب دارم، درآمد خوب دارم، سرمایه خوب دارم و میخوایم که کمپین ریاست جمهوری شما را تمویل کنم. پوستر چاپ میکنی، موتر میگیری، تیل کار داری، موتروان کار داری، برنامه کمپین در هر جای میگیری، من توان مالی دارم، تمویل میکنم. منتها یک سوال دارم، یک مشکل دارم. من بسیار ورخطا شدم که خدا نخواسته کدام کاری بد نکرده باشیم، انسان است، ما هم عقل کل هستیم، نه علم غیب داریم، نه خود فرشته میدانیم، یک انسان گناهکار با هزاران اشتباهات و خطا هستیم. من گفتم که چی هست؟ مشکل در کجاست؟ با من گفت بشردوست شنیدم که خودت نان خشک با چای میخوری اکثر وقت. اگر رئیس جمهور شوی من میترسم که مردم را هم نان خشک با چای بدهی. من گفتم که نه، چنین کاری نمی کنیم. برعکس من عقیده دارم و من به یک عقیده هستم تا زمان این در کشور خود نبینم من باور نمی کنم که کشور ساخته می شود، این کشور آباد می شود، این کشور قدرتمندترین کشور دنیا می شود که خداوند داده، همه چیز برایش داده که دقیقاً جای آمریکا و چین این حرف اول بزنه، چون چین امکاناتی که خداوند با ما داده برایش نداده، برای آمریکا نداده، یک 2-3 تا چیز داره. ما از نظر مواد زیر زمینی بگیریم، روی زمینی بگیریم، آفتاب ما مثلا با تنها آب افغانستان 23,000 مگاوات برق میتواند تولید کند. در کل افغانستان فعلا ما 1300 مگاوات برق داریم و 1000 هم از تاجیکستان، ایران و ترکمنستان وارد میکنیم. یک مثال. اما من خودم باورم نمی شود که کشور روزی حرف اول در منطقه و در دنیا بزند تا زمانی که دولت مردانشان نان و چای بخورند و ملت خود را پلو چرا بدهند. در کشور ما همیشه برعکس است. حکام، زمامداران در هر دوره، در هر مقام
از هر مذهب، از هر قوم و از هر دین که بوده همیشه خودشان پلو چلو خورده و میخوره، اما مردمشان گرسنه است، مردمشان فقیر است. مثلا اگر به من میگید بشردوست من خانم برق است، مثلا یخچال دارم، لانکروزر دارم، اگر به من بگید بشردوست خانه ما تاریک است، من خود نمیفهمم، میگم چرا تاریک باشه، خانه من خود برق داره. اینجاست که من امیدوار هستم که یک روزی زمامداران کشور، هر کی از هر قوم و از هر زبان و از هر منطقه و از هر فرهنگ و هر مذهب در صدر اسلام وجود نداشت، 150 سال بعد ساخته. اگر زمامداران کشور مثل مردم باشد، با مردم باشد، از بین مردم باشد، من ایمان دارم که افغانستان حرف اول را نه تنها در منطقه شاید در دنیا بزند.